مرحومو خاک میکنن. بعد یه سری فامیلا هستن اینا رو مثلا سال تا سال نمیبینی، ولی مثلا تو اون مراسم میبینی. بعد یه رفتار عجیب غریبی، کلی بازی، یهو میره تو قبر، منم باهاش خاک کنید. وا، پدر و مادرش، زن و بچهش بیرونن، تو چی میگی اونجا؟ بیا بیرون. نه بعد از اون زندگی چه ارزشی داره؟ منم خاک کنید. بعد حالا ما لوس بازیشو تحمل میکنیم، اینی که داره قبر رو میکنه این روزی 20 تا میکنه، اصلا حوصله اینو نداره. میگه مهندس بریزم، میگیم بریز. بیل اولو میریزه، این عین مارمولای قبر رو میکشه میاد بالا. ولی قبول دارید زود رفت؟ بعد یه نفر قبر رو میکنه، 2-3 نفر مرحوم میذارن تو خاک، یه نفر قبر رو پر میکنه، میشه چند نفر؟ 5 نفر. تو اصلا بگو 10 نفر. برمیگردی میبینی 40 نفر لباسشون خاکیه. میگی گود برداری میکردین مگه سر خاک؟ دقت کنی 3-4 نفر لباسشون گلیه. میگی خدایا نکنه مثلا گوشه به سر اینا داشتن قلیشنی درست میکردن به من نگفتن. یه سری هم هستن اینا دیر میرسن به مراسم، مثلا 4 تا شیشه، این 10 دقیقه به 6 میرسه. بعد میخواد این تاخیرش رو جبران کنه، دیگه وقتش رو بازمانده ها تلف نمیکنه تسلیت بگه، مستقیم میره سراغ خود مرحوم. پاشو بگو دروغه. فرض کن مرحوم خوابیده، تا اینو میبینه پا میشه، کفنو باز میکنه، پنبه رو در میاره، میگه ببخشید داشتم قسمت آخر دکتر آذرخش مکشی رو گوش میدادم، شما به این گفتید من مردم، تو هم باور کردی، بریم فقط وسیله آوردی، شما هم با آمبولانس اومدم.